سلام، من محمد هستم از بریتیش کلمبیا کانادا. امروز با یه ویدیوی دیگه در خدمتتونم. همونطور که میدونید قرعه‌کشی بازی جام جهانی توی 5 دسامبر انجام شد، تو آمریکا هم انجام شد و همه تیم‌ها همگروهی خودشون رو شناختن. البته یه سری تیم‌ها که توی پلی آفن و اونا حالا توی مارچ سال آینده مشخص میشه نتیجه نهاییشون. قرعه‌کشی کلی گروه ها انجام شد. کانادا هم تو گروه B که سرگروه هم هست با یک تیم از پلی آف اروپا با یه قطر و سوئیس هم گروه شده. بازی اولش با همون برنده پلی آف است، بازی دیگه‌ش هم با قطر و سوئیس به ترتیب انجام میشه. بازی اولش توی استادیوم BMO تورنتو که بازی افتتاحیه کانادا و یا کلا افتتاحیه بازی‌های جام جهانی در کاناداست و دو تا بازی دیگه هم توی ونکوور توی استادیوم BC پلیس انجام میشه. اگر ویدیوی قبلی منو دیده باشید گفتم که فیفا امسال برای بار اول اومد گفت که 8% تمام بلیط‌های جام جهانی فقط مال کشورهایی که میزبان جام جهانی هستند. فدراسیون ها هن که میخوان این بلیط ها رو خودشون تقسیم کنن، سازوکار خودشون رو دارن. کانادا هم با اومد سایت کانادا رد رو راه اندازی کرد و گفت که هر کس بیاد عضو این سایت بشه، ممبرشیپش رو داشته باشه که از رایگان هست تا پروفشنال و حالا هزینه میگیره بابتش، من میام قرعه‌کشی میکنم بین اینا، بلیط ها رو بین اینا تقسیم میکنم. الان امسال هم همینطور شد، یعنی اومد گفت که شما به عنوان کسی که توی کانادا سکونت دارید از تاریخ 10 دسامبر تا تاریخ 10 ژانویه وقت دارید که برید داخل سایت کانادا رد توی عضو فدراسیون فوتبال کانادا بشید به عنوان ساپورتر و بعضی که ثبت نام کردید یک کد اختصاصی با یه لینک براتون ایمیل میشه و از طریق اون کد شما میتونید برید داخل سایت فیفا، اکانت خودتون رو بسازید و توی قرعه‌کشی جداگانه‌ای که قرار فقط برای افراد شهروندای اون کشور میزبان انجام بشه شرکت داده بشید. یعنی چی؟ شما روی اون لینک توی سایت توی اون ایمیلی که براتون از طریق فدراسیون کانادا میاد کلیک میکنید، وارد سایت فیفا میشید، اونجا اکانتتون رو میسازید که اطلاعات کلی ازتون میگیره، مثل اسم و آدرس و شهر محل سکونت و اینها رو. بعد اون وقت اون کدی که برای شما از طریق ایمیل و از طریق فدراسیون کانادا براتون ایمیل شده رو توی قسمت باکسی که برای قرعه‌کشی هست اونجا وارد میکنید و بعد از اینکه تمام مراحل انجام شد شما واجد شرایط میشید برای قرعه‌کشی بازی‌های کانادا تو مرحله گروهی. بعد از اینکه این ثبت نام انجام شد، چیزی که خود سایت فیفا گفته که تقریبا تا هول و هوش فوریه سال 2026 این قرعه‌کشی انجام میشه و اگر شما توی این قرعه‌کشی برنده بشید براتون بلیط صادر میشه. اما چند تا نکته هست که باید بهتون بگم راجع به این قرعه‌کشی و این ثبت نام سایت فدراسیون کانادا. یکی اینکه حواستون باشه ایمیلی که استفاده میکنید برای ساخت اکانت تو سایت فیفا با همون ایمیلی که توی سایت کانادا رد ساختین یکسان باشه که بتونن مچ کنن هویت شما رو برای قرعه‌کشی. نکته دوم این که هیچ عجله براش نیست. شما همین الان هم که این ویدیو رو دارین میبینین برین داخل سایت کانادا رد و اونجا عضو سایت کانادا رد بشید، ممبرشیپ رو بخرید یا عضویت رایگانش رو داشته باشید، براتون ایمیل فعالسازی میاد و هیچ صفی نیست. یعنی هر کس زودتر بره داخل سایت فیفا اکانت رو بسازه شانسش بیشتر نیست برای قرعه‌کشی. همه شانس یکسان دارن. تا تاریخ 10 ژانویه 2026 وقت هست، میتونید برید داخل سایت کانادا رد عضو بشید و این لینک رو و اون کد به اصطلاح پرسونال اکسس کد رو براتون ارسال بشه و ثبت نامتون رو انجام بدین. موقعی که دارین توی سایت فیفا اکانت خودتون رو میسازین از شما اطلاعات کردیت کارتتون، ویزا کارتتون رو میپرسه. دقت کنید که در این حالت به محض اینکه شما برنده قرعه‌کشی بشین از حساب شما اون پول بابت اون بلیت اون بازی کم میشه
و اینطوری نیست که شما قدرت انتخاب داشته باشین که اون بلیط رو واقعا بخرین یا نخرین. شما اتوماتیک از کردیت کارتتون شارژ میشه و اون بلیط به نام شما ثبت میشه. پس این نکته رو هم حواستون باشه. و این نکته رو هم بگم که قیمت بلیط ها مشخص هست به صورت کلی، ولی حواستون رو جمع کنید. بازی افتتاحیه در تورنتو قیمت بالاتری خواهد داشت. یک سری فیفا معمولا اون تماشاگرها رو شارژ میکنه که این فیها اصلا الان مشخص نیست. این فی رو روی کریدیت کارتتون شارژ میکنن موقعی که برنده قرعه کشی بشین برای خرید بلیط بازی کانادا. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.